خب 33 یورو این خرید انجام شده. ببینید آبجو که نگم براتون، این جینه که فوق‌العاده است، جاتون خالی، به خدا جاتون خالی. نون، این ریحونه خیلی خوشبو، اینجوری میفروشن ریحونه شد خاکه. پیاز قلمی یه بسته، بعد سیب، نون، پنیر، 2 تا پیراشکی که خوردن دونات طاقت نیاوردن تو را، شیر. این یه سس خیلی خفنه، سس خیاره، خیارشور خیاره، خیلی خوشمزه است. واقعا جاتون خالیه. گوشت چرخ کرده نیم کیلو. حالا سریع ماشین حساب بر ندارین 85 زد در 33. درآمد اینجا رو ببین، یعنی یه کارگری که 2000 یورو میگیره اصلا این براش پولی نیست. بیا این پنیر خیلی خوشمزه. پنیراشون عالیه، فوق العاده است، ولی شیراشون زیاد خوشمزه نیست. این هم که یه سوسیس بی‌نظیر، جاتون خالی.